نوری توجه سر ما وقت برابر این گفتن از اینکه چشم خود ببینی با این تماما دیگر است. ما شما تکلیف میکنیم برابر یک بار ببینید تماشا کنید که چه خیلی بسیار بچه‌های تاجیک کار میکنند. البته ما کوشش میکنیم که در حقیقت به جای فعالیت ما کارش ما سفر کنیم و درباره فعالیت جوانان تاجیک دوستی آنها پیوند آنها با دیگر ملت ها یک نوار تهیه کنیم و البته پیشکش بیننده های گرامی شبکه یکم تلویزیون تاجیکستان گردانیم. اینک ما در خاک قزاقستان فرود آمدیم. از اینجا به جنوب کشور به شهر شیمکند سفر خواهیم کرد. در این شهری که اهالیش طبق اخبار غیر رسمی بیشتر از 1 میلیون نفر است، گروه تاجیکان در ساختمان قبور گاز فعالیت دارند که از کار و بار آنها ما به شما اطلاع خواهیم داد. شهر شیمکند مرکزی ولایت جنوبی قزاقستان پس از الماتا دومین شهر بزرگ این کشور بوده، با تاریخ بیش از 2000 ساله عین زمان به یک شهر پیشرفته زمانوی تبدیل یافته است. شهر دارای کارخانه‌های بزرگ صنعتی، فرهنگی و مرکزهای تجارتی میباشد. یکی از انشاءات بزرگ نه تنها قزاقستان بلکه تمام منطقه خط لوله گاز قزاقستان خطی که درازیش بیش از 1300 کیلومتر بوده، پس از مورد استفاده قرار گرفتن سال 40 میلیارد متر مکعب گاز را انتقال خواهد داد. از حدود ولایت جنوبی قزاقستان از نزدیکی شهر شیمکند می‌گذرد. بنیاد آن را شرکت بین المللی کاستروی سرویس به عهده دارد. در این انشاءات در برابر هزاران نفر کارمندان شرکت مذکور گروه متخصصان تاجیک نیز فعالیت دارد. دیرکتور مرحله سوم بنیاد این خط گاز جوان تاجیک جمشید غفوروف می باشد. پس از آن که جمشید مشکل ترین منطقه خط گاز را به ذمه گرفت، رسانه‌های خبری درباره او زیاد معلومات دادند و مردم شهر و ولایت درباره او و همسفانش اطلاع کافی دارند. برای مقایسه در تمام مسافه به شرکت کاستروی سرویس وابسته بوده خط گاز 90 کیلومتر منطقه مشکل وجود دارد که از آن 70 کیلومترش در مرحله سوم و 20 کیلومترش در 5 مرحله دیگر جایگیر می باشند. طور دیرکتور لایحه AGP گونر لایبه در صحبت به ما اظهار داشت: Нету такие филиали, у кого есть такие опыт, которые такие темп, такие. کاستروی سرویس فیلال‌هایی نداشت که تجربه با چنین سرعت و صفت گذراندن خط قبور گاز را در مسافه 1300 کیلومتر داشته باشد. مخصوصاً برای مرحله سوم ما در پیدا کردن متخصصان مشکل داشتیم. گفتن ممکن که برای این مرحله ما از کشورهای زیاد متخصصان را دعوت نمودیم، ولی اساساً در این مرحله نمایندگان تاجیکستان، اوکراین، بلاروسیا، روسیه، چند نفر از ازبکستان و به واسطه از خود قزاقستان فعالیت دارند. امروز همه آنها زیر راهبری متخصصان عالی درجه خوب کار میکنند و نشان دهنده هایشان هم بهترین است. اما در آغاز من جدی اندیشه میکردم که برای این مرحله نهایت دشوار از کجا میتوانم متخصصان را جلب نمایم و فکر اولی نه بلکه تکرار میکنم یگانه این بود که از عهده بنیاد این مرحله متخصص بهترین که قبلا با او همکاری داشتم جمشید غفوروف از تاجیکستان و گروه او برآمدن میتوانند. Jamshed Gafurov is Tajikistan plus Svaya Commander. از بلندی پرواز پرنده میان صحراهای هموار و ناهموار خط لوله گاز بر اعلی نمودار است.
البته فعالیت در چنین انشاءات کاری سهل و آسان نیست. در 217 کیلومتری به مرحله سوم وابسته بوده ما نقطه‌هایی را واخوردیم که کار جوش میزند. طبیعی است که در دوام 1.5 سال جریان لایحه متخصصان کارهای زیادی را به انجام رسانیدند، ولی وصل نمودن قبورهای قطرش بیش از 1 متر با مرام ادامه دارد. اصلا این قطعه کاری مسئولیتناکترین و دشوارترین قطعه به حساب می رود. هر یک پیوند با استفاده تجهیزات مخصوصی وصلگری 6 مراتبه پی هم کفشیر کرده می شود. برای آسیب ندیدن پیوندها کفشیرگران از خیمه های مخصوص استفاده می برند. تکنیک های پرقدرت با نوبت خیمه ها را بالای پیوندها می گذارند و متخصصان با مهارت دستگاه های کفشیرگری را به حرکت می درآورند. این دستگاه ها از دستگاه های مقرری کفشیرگری فرق داشته و طور اتوماتیکی اداره کرده می شوند. کفشیرگران تاجیک که همگی گواهنامه های متخصصان بلند درجه را صاحبند با شوق و ما درباره طرز کار خود نقل می کنند. آنها به کار خود خیلی با مسئولیت مناسبت دارند. تمام طلبات و دستورالعمل‌ها را قطعی رعایت می‌نمایند. مثلا برای انجام دادن یک پیوند 18 کیلوگرم الکترود لازم باشد، از این نه کم و نه زیاد باید استفاده کرد. آنها به خوبی احساس می‌کنند که تشخیصگران و سنجشگران مستقل هر یک پیوند را با اصول‌های گوناگون از جمله با تشخیص الکترونی و رنتگنی می‌سنجند و حتی خردترین و جزئی خطا را نیز آشکار خواهند کرد. از این رو در برابر سرعت صفت کار نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. گروه متخصصان تاجیک اساساً در همین قطعه فعالیت دارند و از کار آنها رهبریت شرکت قناعتمند است. گروهی که من سردار هستم 432 نفر کار میکنند. در مابین آنها 16 پسر بچه تاجیک هم هستند که همشون متخصصان خیلی هم خوب و با صفت کار میکنند. اگر در یاد داشته باشید 2 سال پیشتر من به شما گفته بودم که مرحمت بیایید میبینید، من مرحمت امروز بینید که این سیستم از امریکا با این آمدگی این سیستم نوترین در تمام جهان به شمار میرود. بله، کاری خوب با صفت متخصصان تاجیک باعث افتخار است. از کار آنها راهبر به واسطه اشان الکساندر تولستیکوف نیز اظهار قناعتمندی میکند. در پهلوی من متخصص از تاجیکستان مهندس ایستاده است که دوره آموزش را اینجا سپری نموده، عین زمان با مسئولیت تام فعالیت دارد. از جانب راستی او سهیلی بریگادیر قرار دارد که نیز کار را از متخصص عادی شروع نموده، در نتیجه آموزش زیاد تا به این زینه رسید و من امروز آنها را تکیه‌گاه خود می‌دانم. عموما متخصصان تاجیک اینجا فعالیت خوب دارند. آنها مهنت دوستند و کار خود مسئولیت شناسانه مناسبت دارند. اگر وظیفه گذاشته شد آن حتما اجرا می شود. برای من از همه اساسیش آن است که این بچه‌ها قابل اعتمادند. احتم که مهندس کارهای وصل قبور هاست از کارهای کرده خیش دلپور می باشد. بچه‌های تاجیک از عهده کار می برآیند و رهبری شرکت از ما خیلی راضی است. مرحله سوم خط گاز گردش و پست و بلندی های زیاد دارد که کار کفشیرگران را دشوار می گرداند. در این پروژه ما 10 تا دریا، 69 تا کانال، 32 تا راه اتومبیلی، 2 راه آهن و 35 کیلومترش سنگپاره می باشد. ولی با وجود این کفشیرگران در یک بسته کاری به جای 60-70 پیوند مقرر شده تا 90-100 پیوند را انجام می دهند. سال 2005 محض همین بریگاده کفشیرگران با رهبری جمشید غفوروف رکوردی جهانی گذاشتند. آنها در یک بسته کاری 261 پیوند را انجام دادند. از بس که امسال منطقه دشوار و پرمانع اتفاق افتاد، هیچ کس تصور هم نمی کرد که رکوردی نو گذاشته خواهد شد. Nur weil wir über Rekord
رکورد نوی جهانی در قبورهای قطرشان 42 دیوم که ما اینجا میسازیم 237 پیوند در یک بسته کاری بود و اگر ما 237 پیوند را انجام میدادیم این علاقه رکورد جهانی حساب میافت. البته نه رکورد مطلق بلکه از روی قطر قبور. طبیعی است که پیوند قبورهای قطرش کلانتر از قبور میده دشوارتر است. من هنوز از آغاز ساختمان میدانستم که این گروه حتما رکورد نوی جهانی خواهند گذاشت. حتی آنها کار آغاز نکرده من به این باوری داشتم، ولی وقتی آنها 262 پیوند را انجام داده رکورد مطلق جهانی گذاشتند من مطمئن ماندم. ماه август 262 قبور газро пайванд карданд. дар он ҷо низ 16 писар бачаи тоҷик буд. вале гуфтани ҳастам ки дар тамоми кастрой сервис 5000 мутахассис кор мекунад. лекин меҳнатдӯстии тоҷиконро ҳама медонад ва ҳама тоҷиконро ҳамчун мутахассисони баланд гуфта эҳтиром мекунанд. ман бисёр ифтихор мекунам ки мо фарзандони тоҷик дар ин ширкат хеле сарбаланд ҳастем. این کرتای کاری به افتخار گذاشتن رکوردی مطلق در گذراندن خطهای نفت و گاز دوخته شده است و آن علاقه مالی تاریخ است، چون که از این کرتا درباره جریان گذاشتن رکورد معلوماتی زیاد گرفتن ممکن است. در آستین‌های کرتا نشانه های شرکت هایی است که جریان گذاشتن رکورد را نظارت و آن را تصدیق کرده. تخت پشت کرتا را باشد پرچم های کشورهای زیب می‌دهد که نماینده هایش در گذاشتن این رکورد تاریخی سهمگذار بودند. دیدن پرچم تاجیکستان عزیز میان پرچم 6 کشور برای ما افتخاری بی‌نهایت بزرگ است و البته شاید بسیاری ها آرزوی آن را داشته باشند که چنین کرتا را بار به بر کنند و ما نیز این عمل را انجام دادیم. گرچه اندازه کرتا کمی تنگی میکند ولی به هر حال برای ما خیلی خرسندی آور است که چنین کرتای تاریخی را به بر داریم. قرارگاه کارمندان مرحله مذکور در دره زیبا و خوشمنظره مشهد جایگیر بوده دارای شرایط‌های ضروری برای فراغت کارمندان است. آنها در خانه‌های علاهیده 1، 2 یا 3 نفره استقامت نموده وقت‌های فارغ از کار را با ثمر می‌گذرانند. صبحدین با میلی تمام درباره شرایط خوابگاه به ما معلومات داد. اینجا جای خوبی نمیشه. یک نفری خواهان هستن، جدا هستن، 2 نفری، 3 نفری. شرایط ها همه صاف، تلویزیون، دیویدی، خالدینی، شفانیرشون همه. اینا یکی ما ماش میکنیم. طوری ما مشاهده نمودیم هموطنان ما در اینجا یکجا با نمایندگان ملت‌های دیگر دوستانه کار و زندگی دارند. در برابر کار پرمحصول آنها با ورزش مخصوصا فوتبال شوق و رغبت زیاد داشته با تشبث جمشید غفورов دسته فوتبالی لگیون تأسیس داده شده است. در هیئت دسته بیشتر از همه تاجیک پسران فعالند. لگیون در مسابقات گشاد امساله شرکت کاستروی سرویس توانست صاحب جای دوم گردد. وضع سلامتی کارمندان نیز همیشه در مرکز توجه قرار دارد و مورد ذکر است که راهبری نقطه طبی کارگاه را جوان تاجیک دکتر جمشید آدینایف به عهده دارد. شرکت به ما داروهای لازمی را دادگی است. ما آنها را در یخدان نگاه می‌داریم که صفتشان گم نشود. روزانه باشد ما با کارگاه برآمده در شرکت از حال و احوال کارگران خبردار می‌شویم. کدام که نوتا باشد معاینه میکنیم. بغیر از این همه راننده هایی که سحر به کار میبرایند اول اومده از معاینه نقطه طبی میگذارند. ما مهر خود رو در خطهای رانندگی میگذاریم بعد آنها به کار میبرایند. البته هر عزم و تلاش نتیجه مثبت به بار میآورد. فعالیت متخصصان مرحله سوم شرکت کاستروی سرویس در ساختمان خط گاز بخیتای مخصوصاً بریگاد کفشرگران که اکثریتشان هموطنان مایند امکان داد که آنها نخستین شده پیش از مهلت کارهای اساسی را در بنیاد خط گاز به انجام رسانند.
در مراسم به اصطلاح پیوند طلایی همگان از کامیابی نوبتی خود می‌بالیدند و افتخار داشتند. پیوند طلایی پیوند فرزندان تاجیکستان را به وطن استوارتر می‌گرداند. این را ما در اینجا فرسخ‌ها دور از وطن به خوبی احساس نمودیم. تاجیک پسران هر کامیابی خود را با نام تاجیکستان عزیز علاقمند می‌دانند. فرزندان تاجیکستان چون وصلگران عالی درجه در این ساختمان الکی نام برآوردند و امروز محض وصلگران تاجیک در قطعه سیوم ساختمان خط قبور قزاقستان خیتای که یکی از ساختمان‌های عظیم منطقه به شمار می‌رود پیوند آخرین را به انجام رساندند. قربان واسف شمس‌الدین عبدالرحیمов، شیمکند، قزاقستان، مخصوص برای برنامه پیوند.